دهه فاطمیه که در واقع در دوره آقای خاتمی شروع شد، ظاهرا این رو شخص آقای خاتمی به درخواست شخص آقای وحید انجام داده بودن، درسته؟ بله درست. الان اگر کسی بهش بگن که این مبدعش آقای خاتمی بوده، در واقع جا میخوره. جا بخوره نخوره بوده دیگه. اگر از اینکه مبدع یک مراسم مذهبی همین خاتمیه بیخیریش خودمون بوده جا خوردید، حتما سیر تولید ایام فاطمیه شاختون رو در خواهد آورد. تو تقویمای ابتدای انقلاب اصلا خبری از شهادت حضرت فاطمه نیست، زیرا ایشون وفات کرده بود. تا سال 71 هم اوضاع به همین منوال بود، وفات حضرت فاطمه. سال 77 یک سال پس از ریاست جمهوری خاتمی، حضرت فاطمه به قولی به شهادت رسید و طی 2 سال دولت اصلاحات حضرت فاطمه رو رسما به شهادت رسوند، تعطیلی عمومی اعلام کرد و 10 روز کشور رو به عزای شخصی نشوند که تا سال 71 قطعا فوت کرده بود.